مرکز هواشناسی تاجیکستان هشدار می‌دهد که از شام امروز 29 می باد افغانی وارد قلمرو کشور می‌شود که در زندگی ساکنان به ویژه مسلمانان روزدار مشکل ایجاد می‌کند. جمیله بیدالله‌وا یک مسئول مرکز هواشناسی تاجیکستان در صحبت با رادیو آزادی گفت پیش بینی می‌شود که از شام امروز 29 می وزیدن باد از سمت افغانستان به تاجیکستان شروع شده ولایت ختلان و ناحیه‌های مرکز کشور زیر تاثیر باد افغانی یا خاکباد قرار می‌گیرند. با گفته جمیله بیدالله‌وا در پی تغییر سمت وزیدن باد و هوای گرم در شمال افغانستان خاکباد یا باد افغانی وارد قلمرو تاجیکستان می‌شود و از فردا 30 می تمام ولایت ختلان و ناحیه‌های تابع مرکز تحت تاثیر این باد قرار می‌گیرند. خانم بیدالله‌وا افزود که چنین وضع تا آخر هفته ادامه می‌یابد و احتمال دارد گرمی هوا نیز پستر شده در نهایت باران نیز بارد و گفت گرم اومدن روزهای اخیر در جمهوری هوا نسبتاً گرم گردید و در قسم زیادی منطقه‌های جمهوری حرارت هوا در وادیات تا به 37 درجه در قسمت‌های جنوبی حتی تا 40 درجه هوا گرم شد. این چنین وضع هوا در شمال افغانستان نیز به قید گرفته شدگی بود که در نتیجه داخل شدن هوای سرد روزهای نزدیک چنگ و غبار به منطقه جمهوری ما خواهد رسید. اساساً چنگ و غبار به منطقه‌های ولایت ختلان و بعداً احتمالات تا مرکز شهر آمدن اون در نظر است. امیده یوسفова سخنگوی کمیته حالت‌های فوق‌العاده تاجیکستان نیز در صحبت با رادیو آزادی این خبر را تایید کرد و گفت که نیازهای این کمیته مثل پیشینه در حالت آماده باش قرار دارند و افزود در این فصل سال این غیر مقرری نیست، این مقرری است. بنابراین ما تمام هشدار می‌سازیم که به همه آدمانی که بیماری دل هستن، سکته دل هستن یا که مثلا فشار خون دارن بهشون احتیاط کنن و به خود همه رانندگان در راهو احتیاطکار باشن، خصوصا در فصل ماه شریف رمضان با. این در حالی است که از روز شنبه گذشته بیشتری از مسلمانان تاجیکستان با فرارسی ماه رمضان بر روزه‌داری آغاز کردند. هرچند آمدن خاکباد در فصل تابستان برای تاجیکستان حالت فوق‌العاده نیست، اما با در نظر داشت روزه‌داری مسلمانان کشور این وضع میتواند در زندگی بیشتری از ساکنان مناطق جنوبی و مرکزی اثرات نامطلوب بگذارد. طی سالهای اخیر چنین چنگبادها چندین بار به مشاهده رسیدند. این چنگباد که با نام باد افغانی شهرت دارد در سال 2011 گشتگذاری وسایط نقلیه را در پایتخت تا اندازه به مشکل روبرو کرده بود و باعث قطع تمام پروازها در فرودگاه دوشنبه شد.